خیلی موقعا که تو اینترنت سرچ میکنم میبینم نوشته که میرزا کوچک خان تجزیه طلب بوده، ولی واقعا بوده؟ میگم بیا چند تا از اسناد معتبر تاریخی رو با هم بررسی کنیم که ببینیم میرزا کوچک خان تجزیه طلب بوده یا نه. یکی از اون اسناد روزنامه جنگله. توی روزنامه جنگل صفحه اولش نوشته این روزنامه نگهبان حقوق ایرانیان است. حقوق ایرانیان. دوم، یکی از معتبرترین اسناد دیگه مثلا نامه‌هایی که میرزا کوچک خان برای لنین نوشته. توی اون نامه‌ها توی قسمت سربرگ نوشته صدر شورای انقلابی جمهوری ایران. جمهوری ایران. سوم، نمادهایی بوده که اونها استفاده می‌کردن، مثلا نماد کاوه یه نماد ایرانی مقابل با ظلم و ستمه و این نماد نهضت جنگل بوده. چهارم، تحصیلات فقه و مذهبی بوده که میرزا کوچک خان انجام داده. یعنی میرزا کوچک خان یک فرد مذهبی بوده و این بسیار یاد شده است و با عقاید بولشویکی که بیدینن تقریبا هیچ ربطی نداشته. و پنجم، عملا هیچ سندی وجود نداره که بگه میرزا کوچک خان تجزیه طلب بوده. پس دفعه بعد که بهت گفتن میرزا کوچک خان تجزیه طلبه بهشون بگو فکر نکنم. رادیو زد ساب کن، لایک کن، داستان بیشتری تو راهه.